کاش که ما دوشنبه روچت را کشتنون. شنبه روچه همون وقت خالی. بیا من کشه کنم. بیاری. تشه بینشته. فقط لوٹتن تروس ننش. سیکا چون کرده نه بد وقت کرده. حتی محمدم ناوه. جنگه من قوت بود و جنگه ما جنگه من جنگه ما دار زند جنگه چپنده تا آخر من لوب تو که جنگه بری این تو چرا گفتو که نگنده وطا هلومانی تو که آس سچه پاکنو سواف وطی گرکنو لباس برو کلمه لباس ترا هیچ نبی حلاس یا تی راه راست وطی ملک مردم خواست تا آخر من لوب تو که جنگه دیگه دیمانو داری مارن راه بچنتی کارن من بچه کارن اسما دیدرای کورن اسما مادام چطوری بکنی حسین؟ و تی کشگوارا پت ها کسی که رندگی گندگی تی دشمن هماین که تو نتونه پیگریا کنه چمه احمد بیا اینو خیلی خوشگل نیست واسه میوه خوریمون. وای احمد از این چوبیا وای خیلی دوست دارم. بیا از اینا بگیریم بذاریم رو میز تلویزیونمون. احمد آخ جانم خب یه ساعت دارم باید حرف میزنم. کارتو میدادی من تنها میومدم خرید. چی میخوای بخری؟ هر چی میخوای همینو بخری همش منو باش بزنی؟ نه یه چی دیگه میخوام تو رو باش بزنم. او خستم که 2 دقیقه با هم دیگه اومدیم خریدا. هر چی میخوای بخری. آجیل خوری بخریم؟ آره از همین 4 تا میخوای بخر. فقط 4 تا نمیخواد. خسیس تو یه دونه رو برای من بخر 4 تا نمیخواد. سریعتر بریم کار دارم. خیلی خوب حداقل یه دونه از این چوبیا برای من بگی. احمد وقتی ما به یونس رسیدیم محمد اونجا نبود. قاتل داستان ما داره این کارو میکنه که دیده بشه. همه آدمای باهوش این کارو میکنن. ولی از سرانگشت محمد اینجا چیکار میکنه؟ حقیقت چیزی نیست که فکر میکنی. حقیقت رو باید ثابت کنی. بامداد راست میگه. ما همه جا رو دنبالش گشتیم اما هیچ اثری ازش پیدا نکردیم. فکر میکنم بازیمون دادن و عامل این بازی خود محمد بوده. محمد چرا همچی کاری بکنه؟ بهتره از خودش بپرسی. البته اگه پیداش کنی. فقط یه جایی میشه پیداش کرد. کجا؟ میدونستم میای اینجا. یاسرا من زندگی تو بهترین حالت ممکنم پر از سختی. کاش بابام زنده بود. خیلی تنها. پس من چیم اینجا؟ الان تو اینجا یه حالم خوبه. تو که نبودی من نابود میشدم. بابات هم فکر میکنم من کشتمش نه؟ تو فعلا اصلا قصه بابامو نخور. بیگناهی خودتو ثابت کن. یاسرا نمیدونم تاوان چی اون بس میگن. زندگیم، اعتبارم، آبروم همه چی نابود شده. محمد من به خاطر هیچ کس زندگی نکردم. ولی به خاطر تو حاضرم بمیرم. چه جریانه؟ جریان چی؟ بابا چه جریانه؟ من چه جریانه سینم تو چیه دارشه؟ نی زندگی نبود بوده شما چیه لوته؟ خفری جریان چیه محمد؟
یونس حقیقت بگوش. بابا به خدا نزنید، من دکان ارپاچ کو دکانت وسط تا جنازه کپتن سلو کو خفیلی تقول پچه جه پچه بنا نگوشتی عمل چطور ساجه سو که یک وقتی نیگوشته مفرم این که بعد وقتی نسراته یشم سریم. این موتوری چیه؟ پچه های پیدا شده؟ موتوری به خدا مشکوکت آمد. یه موتور ارمندی ما دیست. کجا؟ تد مغازه تا دیسته؟ همه کلا کاسکیتی؟ همه کسی همین پوچو موتور داری. 15% تخفیف برای خرید نقدی، شرایط نقد و اقساط، ارسال رایگان به تمام نقاط استان. آوای فرش شما را به دیدن ادامه این فیلم دعوت می‌کند. احمد ودی کار کسی به خدا زندگی رو نابودش کن اون لوټه گراناز شم بنگرا که گراناز که گراناز یسرای دومی نام عمو ببین دستبند دارم، فال دارم، دستبند قشنگه، تو رو خدا بخر. پول ندارم من. گراناز چطوری؟ خوبی؟ بودو بیایید بودو چطوری گراناز؟ خوبی؟ آره. این کارگاه ما یکم آدم تندیه، ناراحت نباش. چه دستبندای خوشگلی. داداشت کجاست؟ داداشم مریضه. مگه تو فردا نمیری مدرسه تا این وقت شب بیرونی؟ مجبورم. کشگورا پات آکسی که رندگی گندگی سکه نگذار. هر کسی که تا فکر کنه باگه تنهی آخر متوجه به که باگه واونده. در گپ من. کی آمد؟ در گپ من. خوش اومدین. بفرمایید. فرش شیک به من معرفی می‌کنید. پیشنهادم به شما این فرش 1200 شونه است با تراکم 3600 با 3 سال ضمانت کتبی. مرسی. من تماس با همسرم بگیرم. بفرمایید. ببخشید. بیا اونجا. الو. سلام. کجایی با من 10 بار دارم بهت زنگ میزنم. باشه. خیلی خوب. کارت تو فقط برام بیار. منم فرش بخرم دیگه. منتظرتم. دق داد بابات منو. الو. من اینجام. کجایی با یه ساعت منو منتظر؟ تو فقط من توی زندگی منتظر. کار دارم. من اصلا صحنه جرمم. رمز تو به من بده کارتم بده. 20. آدرینا خودمو بیا. ما نمی‌دونیم. بیا حلقه فرشو کن.